هر بتی در هر جای عالم که بود با صورت رو زمین افتاد. پیغمبر مثل هفته ربی وقتی به دنیا آمدن اصلا جسم خاتم الانبیا که وارد این عالم خاکی و ملکی شد یک تحولات عجیبی در عالم ایجاد کرد. امام صادق سلام الله علیه میفرماید ابلیس قبل از جناب عیسی به 7 آسمان صعود میکرد و همراه ملائکه عبادت خدا میکرد و گاهی هم خبرها رو میگرفت و به نوچهاش تحویل میداد. وقتی که عیسی به دنیا آمد او را از 3 آسمان منعش کردن ابلیس، 4 آسمان میرفت بالا. پیغمبر اکرم که به دنیا آمدن از آسمان اول او رو منع کردن، دیگه نمیتونست بالاتر بره. بعد داره وقتی که پیغمبر اکرم به دنیا آمدن تمام اجنه و شیاطین رنده شدن از آسمان ها و یک لرزش عجیبی کل کره زمین را فرا گرفت که تمام نقاط دنیا را در بر گرفت، به جوری که کلیساها ویران شد. هر چیزی که غیر خدا بود و مردم آن رو میپرستیدن از جای خود کنده شد و به زمین افتاد. یک ستارگانی در آسمان هویدا شد که این ستارگان قبلا نبود. کاهنان یهود به وحشت افتادند چون تمام معادلاتشون به هم خورد. ایوان کسری لرزید و 4 کنگره آن به زمین افتاد. آتشکده فارس که 1000 سال خاموش نشده بود و مردم آن را می پرستیدند اون شب خاموش شد. داناترین علمای مجوس در اون شب در عالم رؤیا دید که شتران عربی اسبانی سرکش را میکشند و اینها از دجله گذشتند و داخل بلاد اونها شدند. طاق کسری از میانش شکست برداشت، 2 قسمت شد. آب دجله شکاف برداشت و در قصر او جاری گشت. نوری در آن شب از طرف حجاز ظاهر شد و در عالم منتشر شد و پرواز کرد تا به مشرق رسید. هر بتی در هر جای عالم که بود با صورت رو زمین افتاد. دریاچه ساوه که سالها مردم آن را می پرستیدند فرو رفت و خشک شد. وادی سماوه که سالها بود کسی آب در آن ندیده بود اون شب در آن آب پیدا شد. اینا یه اتفاقات به صورت معجزه‌ای بود که در روز تولد خاتم الانبیا در کل نظام هستی اتفاق. قریش در میان عرب بزرگ شدند و ایشان را آل الله گفتند چون اینا در خانه خدا بودند و پردهدار کعبه بودند و پیغمبر از قریش بود و از برترین قریش که بنی هاشم بودند پا به عرصه وجود گذاشت. این یک شرافتی بود که خدا به خاتم الانبیا عطا کرد و معجزاتی را همراه با تولد او در عالم محقق کرد تا مردم دعوت او را بپذیرند. تازه پیغمبر 40 سال تو مردم زندگی کرد، معروف شد به محمد امین. بعد 40 سال که صداقت و امانت خودش را به همه نشون داد، بعد آمد از غار حرا خطاب مردم کرد فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحون. این راجع به خاتم الانبیا که خدا در شأن خاتم الانبیا در قرآن می‌فرماید و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین. ما تو رو فقط برای عربا نفرستادیم، تو مایه رحمتی برای همه عالمیان. و یکی از چیزایی که پیغمبر آورد و خیلی روش تأکید کرد
ولایت امیر المؤمنین و ائمه طاهرین. اینو قدرشو بدون. امام صادق سلام الله علیه میفرماید پیغمبر اکرم 120 بار به معراج رفت. هر بار اونقدری که خدا راجع به ولایت امیر المؤمنین به پیغمبر سفارش کرد، راجع به هیچ واجبی سفارش نکرد. و این ولایتی که اینقدر مهمه و خدا تو هر سفر معراج پیغمبر به پیغمبر سفارش کرده که باید ولایت علی را با تأکید به مردم برسانی، باز خود پیغمبر میفرماید یا علی ان ولایتک لا تقبل الا بالبراءة من اعدائک و اعداء الائمة من ولدک. علی جان، ولایت تو که شرط قبولی همه اعماله، پذیرفته نمی شود مگر با براءت از دشمنان تو. یعنی تو اگر دشمنی دشمنان امیرالمؤمنین را نداشته باشی، بالمعطلی ولو تسبیح بگیری دستت یک یا علی، فهم؟ باید تبری داشته باشی.